حتما براتون پیش اومده که 2 تا دکتر برای یه مشکل واحد 2 تا تشخیص کاملا متفاوت بدن. کدومش دانشه؟ اصلاً چی به یه حرف اعتبار میده؟ قبلا جواب ساده بود، روایت‌های بزرگ. اینکه علم قراره ما رو به حقیقت برسونه. اما امروز چی؟ دیگه اون اعتماد قبلی نیست. لیوتار اینجا یه نکته مهم میگه. اون چارچوبای بزرگی که به دانش اعتبار میدادن کم کم ضعیف شدن. نتیجه دیگه یه معیار واحد برای درست بودن نداریم. هر حوزه قواعد خودشو داره. تو پزشکی چی مهمه؟ اینکه درمان جواب بده. تو تکنولوژی چی؟ اینکه کار کنه. تو رسانه اینکه اثر بذاره. یعنی چی؟ یعنی کم کم درست بودن جاشو میده به کارآمد بودن. مثلا همون 2 تا دکتر. آخرش به کدوم اعتماد میکنی؟ اینجا لیوتار به یه جابجایی مهم اشاره میکنه. دانش از چیزی که قرار بود جهان رو توضیح بده داره تبدیل میشه به چیزی که باید کار کنه. و این یعنی تعریفی که از دانش داشتیم داره تغییر میکنه.